کدوم کشوره که مثل آلمان دانشگاه‌های دولتی داره اما مثل آلمان انقدر تعصب رو زبانش نداره؟ من کیمیام، اینجام کانال یوتیوبمه. حتما کانالمو سابسکرایب کنید و بعدش این ویدیو رو تا انتها ببینید. اتریش، کشوری که خیلی به آلمان شبیه ولی با یه سری تفاوت‌ها. اتریش جزو کشورهاییه که میشه برای هر سه تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ازش پذیرش گرفت. کلاً ویزاش هم ویزای راحتیه، اما کارشناسیاش اکثراً به زبان آلمانی هن. قدیما خیلی راحت تر بچه‌ها میرفتن اتریش برای کارشناسی، مثلا خیلی از رشته‌ها با آیک و آدو پذیرش میدادن، اما از اونجایی که مهاجرت هر سال داره سخت‌تر میشه، چون تعداد متقاضیام هر سال داره بیشتر میشه، یه نمه شرایطو سخت‌تر کردن، اونم سر مدرک زبان آلمانیه، چون اکثر کارشناسیاش به زبان آلمانی ارائه میشه. برای اینا نیاز دارید حداقل مدرک B1 B2 رو داشته باشید. یه سری دانشگاهاشون هم میگن ما گوته و اوکاف و OST رو قبول نداریم و شما مجبورید تستاف امتحان بدید. اما برای ارشد تا دلت بخواد به زبان انگلیسی ارائه میده، هیچ مشکلی هم با این قضیه نداره. اگر بخواین ارشد رو به زبان آلمانی بخونید مجبورید تستاف 4 از 5 بگیرید. خیلی کمه اونایی که با B2 یا C1 حتی پذیرش بدن بهتون. اکثرا مدرک در واقع تستاف رو ازتون میخوان. اما بچه‌ای که بخوان به زبان انگلیسی بخونن کارشون خیلی راحته. یه آیلتس 6.5 کفایت میکنه. یه تفاوتی که اتریش داره، بعد حتما برای اپلای کردن مدارکتون لگالایز شده باشه. خب مدارک رو میدید ترجمه رسمی آلمانی بشه، وقت VFS گلوبال میگیرید برای لگالایز کردن مدارک تحصیلیتون. مثلا اگه برای کارشناسی میخواید برید دیپلم و ریزنمرات، اگر پیش دانشگاهی هم داشتید مثل نظام قدیم مثل ماها، پیش دانشگاهی و ریزنمرات. اگر برای ارشد میخواید برید بهش کارشناسی و ریزنمرات هم اضافه میکنید. اگر برای ارشد مجدد میرید ارشد اولیه‌تون و ریزنمرات هم که در واقع لگال میکنید. اینم بدونید که اتریش هیچ مشکلی با ارشد مجدد نداره، فقط درستش اینه که گرایش ارشد دومتون با ارشد اولتون فرق کنه. دیگه هم که میخواد گواهی رتبه کنکور، یعنی اینو در واقع از شما نمیگه که من اینو میخوام، ولی یه گواهی میخواد که شما واجد شرایط و صلاحیت باشید برای رفتن به مقطع بعدی در کشور خودتون. خب وزارت علوم هیچی راجع به این قضیه به ما نمیده. باید چیکار کنیم؟ گواهی رتبه کنکور رو از سازمان سنجش میگیریم، یا اگر جزء بچهای دانشگاه آزاد هستید میرید از در واقع مثلا از علوم تحقیقات میگیرید، چون که در واقع سازمان اصلی بچهای دانشگاه آزاد میشه علوم تحقیقات. بچهای سراسری هم که وارد سایت سازمان سنجش میشن یا در واقع میز پاسخگویی داره، فکر کنم گزینه 4مش باید باشه، نوشته گواهی رتبه قبولی کنکور. یعنی اگه مثلا برای ارشد میخواید برید ولی ارشد ندارید، باید چیکار کنید؟ یه کنکور ارشد اینجا ثبت نام میکنید که رتبتون بیاد. فقط مهم اینه که رتبتون مجاز شده باشه، یعنی شما مجاز به قبولی در دانشگاه باشید. همینو درخواست میدید، از سایت سازمان سنجش میگیرید، سر 72 ساعت هم در واقع براتون انجامش میدن. یا میتونید برید حضوری از خیابون کریم خان بگیرید اون بایگانی سازمان سنجش، یا اینکه آدرس رو بزنید براتون ارسال پستی کنن به همین راحتی. Excellent. خوبی دکترا خوندن تو اتریش اینه که حقوق داره. چرا؟ چون بیشتر پوزیشن تحقیقاتی و کاری و شغلیه. خب ممکنه 3-4 هزار یورو در ماه هم بهتون حقوق بدن، ولی بدیش اینه که بعد از فارغ التحصیلیتون باید دیگه کار آکادمیک بکنید. بارون ریخت روی داره بارون میاد. اینو داشتم بهتون میگفتم. بعدیش چیه؟ اینه که اصطلاحاً میگن شما بعد از دکترا اوور کوالیفاید میشید، به خاطر اینکه پایه حقوقی یهو میره بالا و کارفرما اصولاً ترجیح میده که بچهای مستر رو استخدام کنه به جای دکتراها. توی سایت استادین آستریا میتونید شرایط دانشگاه‌ها، مدارک اپلایشون و همه چی رو چک کنید. و یه چیزی رو حواستون باشه، ما میگیم دانشگاه‌های دولتی اتریش، اینا ترمی تقریباً 750 یورو از شما شهریه میگیرن.
خب خیلی میارزه. از نظر تمکن مالی سفارت از شما نامه تمکن 12,000 یورویی میخواد. یه مانده حساب 24 ساعته براش کفایت میکنه، اما چیزی که براش مهمه اینه که سورس این پول باید معلوم باشه. این 12,000 یورو از کجا اومد؟ چیزی فروخته شده یا تو حساب بوده؟ اینا باید فاکتور داشته باشید. مثلا یه فاکتور میدید که آقا مثلا من ماشین فروختم، به ازاش در واقع این پولو درآوردم، یه زمینی فروختم یا یه شغلی داشتم، درآمدم اینجوری بوده و مجموع اینا شد 12,000 تا. پس در واقع درسته که نامه تمکنش یه روز است، ولی یه سورس از شما میخواد که این 12,000 یورو از کجا اومد. چرا حالا اینو ازتون میخواد؟ به خاطر اینکه مثل آلمان قرار نیست شما رو مجبور کنه که کل این 12,000 یورو رو با خودتون ببرید. یعنی عملاً چک نمیکنه که این 12,000 یورو رو با خودتون ببرین. به خاطر همین سورس این 12,000 یورو براشون مهمه و حواستون باشه 12,000 یورو به ارز آزاد، نه دولتی. Thank you. I've been working out. هممون میدونیم ویزای تحصیلی کشور اتریش ویزای مالتی شنگنه، یعنی هم ایران میتونیم بریم بیایم، هم کل اتحادیه اروپا. حق رفت و آمد، گشتن، کار فریلنسری و بعد از تحصیل هم 18 ماه ویزای جستجوی کار کل اتحادیه رو میده. دانشگاه‌های اتریش اکثرا الف و ب هستن، یعنی مورد تایید وزارت علومن، پس پسرا میتونن نگران سربازیشون برای رفتن به مقاطع بالاتر نباشن. ولی خب میدونید که برای کارشناسی معافیت تحصیلی برای پسرا صادر نمیشه و همینطور برای ارشد مجدد. ولی اونایی که کارشناسی دارن میخوان برن ارشد یا ارشد دارن میخوان برن دکترا، هیچ مشکلی ندارین پسرا، راحت میتونید با معافیت برید. تا 5 سال اگر کار تخصصی کنید، مرتبط با رشته‌ای که خوندین و درآمد داشته باشین، مالیاتتون رو بدید، میتونید بلو کارت اتریش رو هم بگیرید به همین راحتی. You what? اتریش قاعدتاً بازار کارش نسبت به آلمان محدودتره، ولی بازار کار زبان انگلیسیش بهتره، چون یه میزان مردمش نسبت به زبان انگلیسی گارد کمتری دارن و بنابراین دانشجو در حین تحصیل شاید راحت‌تر بتونه که کار به زبان انگلیسی گیر بیاره. ولی خب شمایی که دارید میرید اتریش، نیتیو اونها آلمانیه، پس شروع کنید و آلمانیتون رو قوی کنید. البته که در حین تحصیل دانشگاه دولتی براتون کلاس رایگان زبان آلمانی میذارن، فقط کافیه که ثبت نام کنید و زبان آلمانیتون رو تقویت کنید که بعد از مثلا 3 سال کارشناسیتون یا 2 سال مسترتون یا 3 تا 5 سال دکتراتون دیگه زبان آلمانیتون قوی باشه برای ورود به بازار کار تخصصی اتریش. اتریش ویزای همراه هم داره، فقط همراه 2 تا شرط داره. یه نامه تمکن برای هزینه‌های خودش نشون بده که تقریباً 12,000 یورویه و دوم مدرک زبان آیکه. حالا که رفت اونجا، چون اصولاً هم ویزای همراهش بدون تأخیر صادر میشه، نهایتاً بعد از 1 ماه همراه میتونه وارد اتریش بشه. برای اینکه بتونه کار کنه دنبال کار میگرده اونجا، در واقع با کارفرما صحبتاشو میکنه، نامه رو میگیره، میتونه حتی قراردادش هم ببنده، بعد بره اداره مهاجرت ویزاش رو چنج کنه و فول تایم هم میتونه کار کنه. اگر فرزند هم دارید، بشینه زبان آلمانی بخونه که بتونه بره مدارس دولتی اتریش، رایگان باشه، شهریه نداشته باشه. شما توی اتریش تو هر مقطعی که درس بخونید اجازه دارید 20 ساعت در هفته کار کنید، چه تخصصی، چه جنرال، چه فریلنسری. البته که برای فریلنسری درستش اینه که یه اجازه از اداره مهاجرت و در واقع اداره مالیات هم بگیرید، به خاطر اینکه پای حقوق فریلنسری بالاست، خب، و کلا کارهای فول تایم محسوب میشه. ولی خب راحت میتونید تا 20 ساعت در هفته در تمامی مشاغل کار کنید. حالا اگه فقط زبان انگلیسی بلدین، قاعدتاً کار جنرال بهتر گیرتون میاد، اما اگر بتونید زبان آلمانی رو بلد باشید، خب قاعدتاً کارهای تخصصی با درآمد بالاتر دارید. چقدرم که صدای هواپیما میاد توی تصویر معلوم نیست. من سعی کردم تمام اطلاعاتی که راجع به اتریش بلدم بهتون بگم. خب باز اگر سوالی بود کافیه که برام کامنت بذارید. من سعی کردم این ویدیو رو یکم خلاصه تر و جمع و جورتر ببرم جلو، چون اکثر اطلاعات دانشگاه‌های دولتی و اینها با کشور آلمان یکیه و شما میتونید اول ویدیو کشور آلمان رو تماشا کنید، اطلاعات خیلی کامل تره، و بعد برین سراغ اتریش و تفاوت‌هایی که با آلمان داره. اینجام که هوا ابریه و
یه نم بارونی داره میزنه. فکر میکنم که الاناست که دیگه اون بارون شدیدای آلمان شروع بشه. اگه سوالی داشتین منتظر کامنتاتون هستم. من کیمیام، اینجام کانال یوتیوبمه، لطفاً کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. فعلا